پرزیدنت قبلی قزاقستان نورسلطان نظربایف که از سال 2019 بعد 30 سال حکمرانی کرسیش را به قاسم جمعت توقیف سپریده به نفقه رفت. در کتاب نو خاطره‌هایش با نام «Моя жизнь» از зависимости свобоده یا حیات من از وابستگی تا آزادی به برخی پهلوهای تا حال پنهان زندگیش رفشانی انداخته، از جمله بار اول اعتراف کرده است که زن دوم دارد و این همسر دومش اصل ایسیبایو برایش دو پسر به دنیا آورده است. پسر کلانی نظربایف و اصل ایسیبایو با نام تومان الکی به سن 18 رسیده، دومیش بیکن الکی 15 سال شده است. نظربایف از همسر یکمش سورو نظربایو 3 دختر برکمال، دوری قد نوره و اولیه دارد ولی یگان پسر نداشت. نشریه قزاقی ارده خبر داد که کتاب در نشریات فولینت به نشر رسیده روزهای نزدیک به فروش می براید، ولی نسخه های اولین کتاب یادداشت‌های نظربایف را الکی به برخی سیاستمداران و کارشناسان و ژورنالیستان توفه کردند. آنهایی که این کتاب را الکی مطالعه کردند خبر دادند که نظربایف در یادداشت‌هایش هم به مسائل سیاسی و هم به مسائل زندگی شخصیش پرداخته است. به گفته خوانندگان نخستین یادداشت‌های نظربایف بندهای علیحده کتاب به اعتراضهای سال 2011 در ژنئو سپردن کرسی پرزیدنتی به توقیف در سال 2019 اعتراضهای خونین ماه ینور سال 2022 بخشیده شده. نظربایف درباره پرزیدنت کنونی توقیف نیز برخی فکر و ملاحظه‌های قابل توجه بیان کرده است. اما گفتن همسنبتان ارده به صورت عموم بخش‌های سیاسی کتاب چندان حرف‌های نوی ندارد، به فرق از بخش مربوط به زندگی شخصی پرزیدنت یکم قزاقستان نورسلطان نظربایف. بنا به نقل نظربایف هنگام یک سفر کاریش به تلد قرغان او را در نزد زینه‌های هواپیما طبق عنعنه دختران گلرو با گلدسته و پیشواز گرفتند، ولی این بار دختری که به نظربایف گل توفه کرد به گفته پرزیدنت سابق قزاقستان آنچنان زیبا و دلربا بود که پرزیدنت قزاقستان به یک دیدن به او دیوانه‌وار عاشق شده است و چهره گرم و قد و قامت زیبای آن گل دختر را دیگر فراموش نکرد. نظربایف از شاعر قادر میرزاعلیف نقل قول کرده است که در یک بیتش گفته بود: در سن 70 هم قلب من پیر نشد، در سن 80 هم احساس عشق از من نرفت. نظربایف می نویسد که وقت می گذشت ولی چهره اون دختر زیبایی که در فرودگاه تلد قرغان مرا پیشواز گرفت هیچ از یادم نمی رفت. بنا به نقل نظربایف شناسایی آنها به عشق و علاقه بین آنها پیچید. به تدریج ما وا خوردن گرفتیم. در چهره و در اندیشه های اصل من آن صفتهای را که می جستم یافتم. از همه اساسیش من از احساس تنهایی باطنی که سالها باز دنبالگیرم بود خلاص شدم. قصه را دراز نمی کنم. ما با نکاح مسلمانی ازدواج کردیم. اصل به من 2 فرزند 2 شو پسر توفه کرد. سال 2005 تومان به دنیا آمد و سال 2008 بیکن. نظربایف نوشته است که به همسر اولش سورو مادر 3 دخترش دوریغه دینوره و اولیه تمام عمر با احترام و غمخوارانه مناسبت داشت و این چیز تسکینش می بخشید که در آن نقطه عطف تقدیرم او من را فهمید و بخشید. بعد تولد تومان من پیش سورو رفتم و همه چی را به او گفتم و این نماینده اولاد صاحب احترام باز هم شرافت نشان داد و اون وقت گفت کودکان فرشته اند، بگذارین کودکان خوشبخت شوند. دختران هم مرا درست فهمیدند. پرزیدنت سابق قزاقستان در پایان داستان عشق سر پیریش نوشته است: یک واقعیت ردناپذیر وجود دارد و این واقعیت این است که من به فرمان دلم، کی دل به فرمانی من است.